پلیس شهر خوجند امید کمالوف ساکن 39 ساله ناحیه واسه را بعد از 3 سال جستجو بازداشت کرد. قضیه از آن آغاز یافت که 3 سال پیش امید کمالوف ماشین برادران نابینای خانواده کنجایف‌ها را خریده ولی 56,000 سومونی آن را نپرداخت. پس از شکایت این خانواده کمالوف تحت پیگرد قرار گرفت. رادیوی آزادی 2 مرتبه درباره فریب خوردن ساکنان نابینای ناحیه همدانی گزارش داده بود. بازداشت امید کمالوف را رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش ویدیویی تصدیق کرد. در این گزارش امید کمالوف سبب نپرداختن مبلغش را شهر می‌دهد. ما برای که یک از یک قضا سوم را دادم، سومی خدمت طلب میکنم باید میگرفتم، بچه‌ها سیزا شدن و دو نتونستم، بعد موندم دیگه. بعدی با خدمت پشتی علمی سیزا دغال دیدم، 12 سوت محکم شدم، بر اومدم یه مار روز کردم دیگه غلط نبود، مرا یه سخت گرفته بودن، بعد اومدم خوجند. خانواده کنجایف‌ها از بازداشت امید کمالوف خبر یافتند. میر کنجایف پدر خورشید و ولیجان گفت که شبانه او را از خوجند به همدانی انتقال داده اند. او گفت که هنگام انتقال امید تحت نظارت کارمندان پلیس قرار داشت. با گفته کنجایف از امروز سرکرده پرسش و تفتیش آغاز می‌گردد. در امروز صبح محکمش کردم، خبر کردن که در فلان جای رفتن ورداشتن آورده میشن. خلاصه که دین شب ساعت 8 شب آورده محکمش کردم. خانواده کنجایف‌ها در این 3 سال به تمامی ساختارها نامه نوشته‌اند تا که کمالوف را پیدا و مبلغشان را برگردانند. آنها گفتند که گزارش رادیوی آزادی در بازداشت کمالوف کمک کرده است. حالا این خانواده میگوید کمی خوشحالند، اما تا زمانی که پول و حق به حقدار نرسد آنها از دعوایشان دست نخواهند کشید. با گفته آنها 3 سال اخیر در پی جستجوی امید کمالوف و مراجعت به مقامات گذشت.